خیلی از مواقع ما یه چیزی رو میخوایم ولی برای رسیدن بهش هم عجله داریم و انگار خودمون رو میخوایم بکشیم برای اینکه زودتر به اون چیز برسیم. مثلا میخوایم یه ماشینی رو بخریم، مثلا موعد تحویلش یه ماه دیگه، 2 ماه دیگه، 3 ماه دیگه است، ولی همش عجله داریم. ای با کاش زودتر میشد، یه کاری انجام بدم زودتر بشه. یه خونه میخوایم بخریم، وای زودتری برم، کاش الان اونجا بودم. یه مسافرت میخوایم بریم، یه حرکتی رو میخوایم بزنیم. آقا کسب و کار میخوایم راه اندازی کنیم، عجله داریم برای اینکه به سوددهی برسه. وای کاش زودتر به اون پوله برسم. من توی زندگیم به یه چیزی رسیدم، هر جایی که صبورتر بودم، هر جایی که گفتم آقا جان من تمام تلاشمو میکنم از زندگیم لذت ببرم و از تلاش کردنم لذت ببرم و عجله‌ای نداشته باشم برای رسیدن به مقصد زیباتری میرسم، به جای قشنگتری میرسم، به درآمد بیشتری میرسی، به نعمتهای بیشتری میرسی. زمانی که عجله نمی کنی و تمرکز میذاری روی کاری که باید انجام بدی. آقا من الان باید چه کاری رو انجام بدم، کار درسته چیه، تلاشی که باید بکنم چیه، روی کدام وجه کسب و کارم، کدام قسمت شخصیتم، کدام قسمت زندگیم باید کار کنم، روش کار بکنم و نتیجه رو بسپارم دست خدا. آقا کسی که کار میکنه روی هر قسمتی قطعا بهش میرسه. و تمرکزمون رو بذاریم روی کیفیت زندگیم و لذت بردن و تلاش‌های روزانم و لذت ببرم و عجله نداشته باشم. اون موقع میبینی یه نتیجه خلق میشه توی زندگیت که بسیار بزرگ و شیرین و لذت بخش بوده و تو میشی مصداق کسی که زور نمیزنه برای اینکه به خواسته هاش برسه. همه خواسته هاش خیلی عادی و راحت وارد زندگیش میشه. اگه بتونیم اینطوری عمل کنیم زندگیمون بهشت میشه.